علت بوی بد دهان ما هر چی باشه، حضور ما رو توی اجتماع کم میکنه و خیلی دشوار میکنه. حتی تو بیشتر مواقع عاملی اضطراب‌آور برای ما میشه و باعث میشه که ما خجالت زده بشیم. پس برای همین اصلا عجیب نیست که قفس‌های فروشگاه پر از انواع آدامسا و خوشبوکننده‌های دهان باشه. ولی همه این محصولات اثری موقتی دارن و مشکل ما رو از ریشه حل نمیکنن. پس اگه میخواید علت بوی بد دهانتون رو بدونید و بدونید که چجوری باید اون رو درمان کنین، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه بشین. اولین چیزی که ما باید بدونیم این که علت بوی بد دهان ما چیه. با اینکه بعضی از افراد دهنشون اصلا بو نمیده یا خیلی بوی کمی میده، همش نگران اینن که دهن من بوی بد نده، باز فلان. ولی بعضی از افراد هم مثلا دقیقاً برعکسش، با اینکه دهن فرد خیلی بوی بدی میده ولی اصلا انگار براش عادیه و هیچ تأثیری روش نداره و اصلا متوجهش نیست. همین اتفاقات برای اینه که خود فرد به خودی خود نمیتونه تشخیص بده که الان دهن من بوی بدی میده یا نه. بعد از دوستی چیزی کمک بخواد که دهنش رو حالا بتونه بو کنه که ببینه دهنش بوی بدی میده یا نه. وقتی که حالا فرد مطمئن شد که واقعا دهنش بوی بدی میده، باید بره به دنبال علت اون. اولین علت غذای ما. اگه ذرات غذا در محیط دهن ما مونده باشه، تعداد باکتری افزایش پیدا میکنه تا اون غذاها رو تجزیه کنن و همین باعث بوی بد دهان میشه. و اما بعضی از مواد غذایی به خودی خودشون بوی بدی میدن، مثل پیاز، سیر، ترشیا، ادویه‌جات. علت دوم دخانیات. سیگار کشیدن به خودی خود باعث بوی ناخوشایند دهان میشه و معمولا نفس افراد سیگاری بوی بدی میده که موجب آزار عضلات دیگران میشه. سیگاری‌ها معمولا دچار بیماری‌های لثه هم میشه که خودش علت اصلی بوی بد دهان میشه. علت سوم بهداشت نامناسب دهان و دندان. اگه مسواک نزنیم یا نخ دندون استفاده نکنیم، ذرات به جا مونده توی دهان ما بوی بدی ایجاد میکنن و جرم بیرنگ و چسبناک روی دندونهای ما ایجاد میشه که همین خودش عامل اصلی بوی بد دهان ما میتونه بشه. و یا اینکه از تجمع باکتری روی زبان ما باعث شده که دهن ما بوی بدی بگیره. علت چهارم خشکی دهان. بزاق دهان ذراتی که علت بوی بد دهان ما هستن رو از بین میبرن و باعث تمیزی دهن ما میشن. بیماری خشکی دهان یا زروستومیا تولید بزاق دهان رو کم میکنه و باعث بوی بد دهان میشه. البته خشکی دهان در طول شب و زمان خواب طبیعیه و همین باعث میشه که نفس صبحگاهی ما بوی بدی داشته باشه و با شستشوی دهان اون از بین میره و این مسئله برای افرادی که با دهان باز میخوابن شدیدتر هم هست. خشکی دهان مزمن معمولا به دلیل مشکل غدد بزاقی یا برخی از بیماری ها میتونه باشه. علت پنجم داروها. بعضی از داروها باعث خشکی دهان میشن، پس غیر مستقیم علت بوی بد دهان ما هستن. برخی از داروها هم باعث فعل انفعالات شیمیایی در بدن ما میشن که عارضه جانبی اونها هم بوی بد نفس ما هست. علت ششم عفونت‌های دهانی. ممکنه آفت‌ها و زخم‌های دهانی ناشی از جراحی لثه یا کشیدن دندان علت بوی بد دهان ما بشن یا بوی بد از پوسیدگی دندونی نشت بگیره. علت هفتم مشکلات مربوط به حلق و بینی. توده‌های سنگ مانند کوچکی که محل تجمع باکتریا هستن در منافذ لوزه تشکیل میشن و میتونن باعث بوی بد دهان ما بشن. عفونت یا التهاب مزمن در بینی، سینوس‌ها، گلو که موجب ترشحات پشت حلق میشه، یکی از عوامل دیگه بوی بد دهان ما هم میتونه باشه. و علت هشتم که آخرین علتش میشه که بس داده میشه به دیگر مریضی ها. بیماری‌های مانند بعضی سرطان‌ها و اختلالات متابولیک ممکنه بوی نفس ما رو به خاطر مصرف داروهای شیمیایی تغییر بده. و همچنین ریفلکس مزمن اسید معده هم یکی از عوامل دیگه‌ای هست که باعث بوی بد دهان ما میشه. One day later. حالا باید چجوری تشخیص بدیم که علت بوی بد دهان ما چیه؟ معمولا انتهای زبان منشأ اصلی بوی بد دهان هست. برای همین دکتر با برداشتن جرم روی انتهای زبان میتونه روی اون آزمایش انجام بده و تشخیص بده که علت بوی بد دهان ما چیه. فقط توجه داشته باشین که این آزمایش رو هر آزمایشگاهی انجام نمیده، چون که یک کمی آزمایشش پیشرفته. حالا چجوری باید بوی بد دهان خودمون رو از بین ببریم؟ برای کاهش بوی بد، جلوگیری از ایجاد حفره‌های دهانی که غذا تو اونها میمونه و کم کردن احتمال بروز بیماری‌های لثه، بهترین راه این هست که بهداشت دهان خودمون رو به خوبی رعایت کنیم. و توجه داشته باشین که اگه مشکل از توی دهان شما باشه، دندونپزشک راحت میتونه اون رو برطرف کنه. ولی اگه مشکلات دیگه مثل مشکلات گوارشی داشته باشین، اون وقت باید به این متخصص دیگه مراجعه کنید. و من چند تا راه حل بهتون میگم برای که بوی بد دهانتون از بین ببرید. اگر مشکلتون توی دهانتون باشه و منشأ بوی بد از توی دهان باشه، نه اینکه مشکلات گوارشی و یا بیماری دیگه داشته باشین. اولیش استفاده از دهانشویه‌ها و خمیر دندون‌ها. اگه علت بوی بد دهان تجمع باکتریا و وجود پلاک‌های دندانی باشه، دندانپزشک حتما دهانشویی مناسب برای از بین بردن باکتری‌ها تجویز میکنه. احتمالاً خمیر دندون‌های ضد باکتری هم توصیه میکنه که باکتری‌ها ایجاد کننده پلاک دندان رو از بین میبرن. راه حل دوم درمان بیماری‌های دهان و دندان. اگه مبتلا به نوع بیماری لثه باشین، باید به متخصص بیماری‌های لثه یا پریودنتیست مراجعه کنید. بیماری‌های لثه
لثه ممکنه باعث جدا شدن لثه از دندان یا تحلیل رفتن لثه بشه. این بیماری‌ها باعث میشه لابلای فضاهای خالی پر از باکتری‌های ایجاد کننده بوی بد بشه. بعضی اوقات فقط فرد متخصص میتونه این باکتری‌ها رو از بین ببره. گاهی ممکنه که دندانپزشک بهتون توصیه کنه که این دندانی که عامل بوی بد هست، یعنی توش باکتری تجمع کرده، اونو ترمیم کنین یا کلا بکشینش. حالا این دو تا روش من بهتون گفتم. چه روش‌های خانگی هست که بتونیم بوی بد دهان خودمون رو از بین ببریم؟ اولین روشش مسواک زدن بعد از هر وعده غذایی. حتما بعد از تمام شدن وعده غذاییتون دندون‌هاتون رو با خمیر دندونی که حاوی فلوراید هست مسواک بزنید که یه چیز هولوش 2 الی 3 بار در روز میشه. حتی میتونین یک مسواک برای محل کارتون تهیه کنین که بعد از اینکه ناهارتون رو خوردین مسواک بزنین، چون که خمیر دندون‌ها خواص ضد باکتریایی دارن و اون عامل بوی بد رو کاهش میدن. روش دوم، حداقل یک بار در روز از نخ دندان استفاده کنین. نخ دندون ذرات غذایی که بین دندون‌های ما مونده یا پلاکایی که بین دندون‌های ما ایجاد میشه رو از بین میبره و همین باعث میشه بوی دهان ما کمتر بشه. روش سوم، زبونتون هم مسواک بزنید. زبون محل تجمع باکتری است، بنابراین مسواک زدن زبون میتونه بوی دهان رو کاهش بده. افرادی که اصطلاحاً زبانشون بار داره، مثل سیگاری‌ها یا کسانی که دچار بیماری‌های خشکی دهان هستن، تجمع باکتری‌ها روی زبانشون شدیدتر است و باید از لایه بردار یا اسکراپر زبان برای تمیز کردن زبانشون استفاده کنن. روش چهارم، دندون مصنوعی یا اجسام خارجی که تو دهانتون قرار میگیره رو تمیز کنین. اگر از دندون مصنوعی یا پلاک‌های اصلاح فک و دندان استفاده می‌کنین یا مجبور به استفاده از گاردهای مخصوص دندان هستین، حتما قبل از گذاشتنشون اونها رو خوب تمیز کنین و بعد از هر وعده غذایی هم اونها رو تمیز کنین. روش پنجم، جلوگیری از خشکی دهان. برای اینکه دهان به اندازه کافی مرطوب باشه، از سیگار کشیدن اجتناب کنید. به جای قهوه، نوشیدنی‌های غیر الکلی یا الکل که سبب خشک شدن دهان میشن، آب بنوشین. برای تحریک ترشح بزاق، آدامس بدون قند بجوین یا آبنبات‌های رژیمی رو بمکید. و اگر خشکی دهان شما مزمن یا شدید هست، به پزشک دندانپزشک مراجعه کنین تا با دارو یا آماده‌سازی بزاق مصنوعی به شما کمک کنه. روش ششم، رژیم غذایی. همونطور که اول ویدیو گفتم، مواد غذایی که ما می‌خوریم روی بوی دهان ما موثرن. پس اگه می‌خوایم دهانمون بوی بد نده، از خوردن پیاز و سیر اجتناب کنیم. و حواستون باشه خوردن زیادی خوراکی‌های شیرین هم میتونه علت بوی بد دهان باشه. روش هفتم، مسواک خودمون رو عوض کنیم. وقتی که مسواک ما ساییده شد یا تغییر حالت داد، اون رو عوض کنیم. تقریبا هر 3 ماه یه بار باید مسواکمون رو عوض کنیم و مسواکی بگیریم که موهای زبر و ملایمی داشته باشه. و یه سوال دیگه این هست که برای رفع بوی بد دهان به چه پزشکی مراجعه کنیم؟ دندون پزشک میتونه مشکل ما رو حل کنه، ولی اگه علت بوی بد دهان ما از دندان‌ها و دهان ما باشه. ولی اگه منشأ بوی جای دیگه باشه، دندون پزشک نمیتونه کار ما رو حل کنه. و مثلا اگه بوی بد منشأش گوارشی باشه، ما باید به متخصص گوارش مراجعه کنیم تا مشکل ما رو حل کنه. و اگه میخوایم بدونید آبسه کردن دندان چی است و علائمش چی است و چجوری میشه اون رو درمان کرد، حتما این ویدیویی که اینجا میذارم براتون رو نگاه کنید. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین و کانال من از این پایین سابسکرایب کنین. همیشه جوی علم باشید. Always seeking knowledge. Bye.